دوران صاحب استقلالی کشور برای حل و فصل مسائل حیاتاً مهم مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خورخ شرایط مساعد فراهم آورد. برای تامین شبانه روزی ساکنان شهر خورخ با آب نوشاکی در شهر 3 حوض آب تامین کنی موجودند که در تامین مردم با آب نوشاکی موقع مهم دارند. کارخانه تامینات آب و کانالیزاسیون شهر خورخ همروزه برای تامین بیش از 30,000 نفر اهالی شهر با آب آشامیدنی از تمام امکانات ها استفاده می نماید. به گفته مسئولین ساحه با عمل شوی لایحه بهسازی نظام آب تامین کنی در تاجیکستان مرحله یکم بنیاد و مورد استفاده قرار گرفتن خط آبگذر باغیف در خورخ نزدیک 9000 کوب آب به حوض آب تامین کنی وارد می‌گردد که طبق رجا و تامین مردم با آب نوشاکی روانه می‌گردد. به ضمن این به حوض آب تامین کنی شهر خورخ بیش از 300 کوب آب از موضع سیاب و 100 کوب دیگر از دره خوفک وارد می‌گردد که وسیله تامین ساکنان با آب آشامیدنی معنی داد می‌گردد. کارخانه آب و کانالیزاسیون شهر خورخ اولی شهر رو با آب قریب 80% تامین کرده ایستاده است. یکم سبب آن است که اولی شهر زیاد شده ایستاده است. این حال ما از آبانبار باغیف درا 9300 کوب آب داده ایستاده است. آبانبار استریت بش که یک حوض 2000 کوب دارد، ما 4000 کوب آب جمع میکنیم بعد به اولی شهر میتیم. در یک شبانه روز قریب 9300 9400 کوب آب صرف کرده می شود. 9400 کوب آب که در یک شبانه روز برای تامین ساکنان شهر خورخ با آب نوشاکی مطابق رجا جدا می گردد و نارسایی آب آشامیدنی در بعضی محله ها معنی داد می شود. کارمندان کارخانه از استفاده ثمرناک آب نوشاکی در کوچه و محله های شهر خورخ اظهار گله‌مندی نموده عرض داشتند که سبب نارسایی آب در بعضی محله ها این استفاده نادرست آب آشامیدنی و فرسوده بودن قبرهای آبگذر می باشد. میکرون اوپیده سر کرده تو میکرون خلیب زاود همه پلاسو ششته ایستودن آب پولیزی رفته ایستوده. مردمان باز مردمان هستند که با آب آشامیدنی روی موشنگرد شستشو میکنن، تونکاوی خود رو شستشو میکنن، برای همین آب برای اولی سر وقت نمیرسد. کارخانه خود مبلغ گذار است چون که ما همین خیلی شرایط نداریم که قریب 5000 آبچینکنک خرید کنیم. با ما خصوصا آبچینکنک برای خانه‌های شخصی که هستند، خصوصا برای اینا موندن که چون که آب ما بسیارتر صرف میکنن خانه‌های شخصی برای آب پولیزی برای پلیسشویی آب صرف میشن. و سال آینده ممکن باشد که فاز سیم کشوده اگر شود کارخانه با آبچینکنک تامین کرده میشد و مشکلات کارخانه موسوم میشد و قریب 5000 آبچینکنک مونده اگر شود مردم ممکن اون وقت میتواند که او به صرف کننده استفاده برد. در دایره تامین باشندگان شهر خورخ با آب آشامیدنی از جانب حکومت مملکت و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خورخ برنامه‌های نو تهیه گردیدند. در اساس لایحه بسازی نظام آب تامین کنی در تاجیکستان مرحله دوم شهر خورخ قبرهای اساسی آب آشامیدنی و قبرهای کانالیزاسیون در قسمت راه اساسی نقلیاتی شهر خورخ مرحله به مرحله عوض کرده می‌شوند. باید گفت که مبلغ گذار لایحه بانک اروپایی تجدید و رشد بوده برای عملی سازی آن در مجموع 4 میلیارد دلار آمریکایی مصرف کرده می‌شود. از آن 2 میلیارد دلار به طور گرانت و 2 میلیارد دلار دیگر آن همچون قرض پیش بینی گردیده این لایحه تا سال 2022 پورا به انجام رسانده می شود. محله کشورده سولوی دروز نه عموما کانالیزاسیون ندارد و رئیس شهر خورخ کوروی لوگی لایحه با داخل کردند و شرکت مدد از محله کشورده تو امنیت ملی ولایت قبر کانالیزاسیون وصل میکنند. با عملی گردیدن لایحه بسازی نظام آب تامین کنی در تاجیکستان مرحله دوم شهر خورخ تامینات آب برای اهالی شهر خورخ به مراتب بهتر و خوبتر گردیده محله های اهالی نشین از آب نوشاکی به پرگی برخوردار خواهند گردید.